برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان گرامی. در برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. تماشابینان عزیز، صحبت امروزه ما درباره درس صلح امام علی الرحمن در مکتب بنایش متعلق به رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری است. ویژگی برنامه امروزه ما این است که درباره بنای مکتبی که در آن امام علی الرحمن درس صلح خواهد گذشت ما با مالک بنا آقای محی الدین کبیری صحبت انجام دادیم که حتما در دوام برنامه پیشکش شما می شود. روز دوشنبه 17 اوگوست سال نو خانش در تاجیکستان شروع می شود. طبق عنعنه رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از مکتب‌های کشور درس صلح می‌گذارد. امسال این درس در بنای خواهد گذشت که به رهبری پیمان ملی تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری تعلق دارد. این بنا در همسایگی خانه سید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده قرار دارد. بعد بسته و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی و با اتهام زیاد در جستجوی اینترپول قرار گرفتن رئیس آن محی الدین کبیری تمام دارایی‌هایش از جانب رژیم امام علی الرحمن مصادره شد. قسمت از آن فروخته شده، قسمت دیگری در اختیار دولت قرار گرفت. در قطار اموال دیگری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بنای نیمه ساخته در همسایگی رئیسان قبلی این حزب سید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده که امضایش در ردیف امام علی الرحمن زیر سازشنامه صلح تاجیکان گذاشته شده است مصادره شده بود. با تکمیل این بنای نیمه ساخت مقامات آن را به مکتب میانه تبدیل دادند. طبق اطلاع منابع پیام قرار است این مکتب با شروع سال نو تحصیل به استفاده داده شود و رئیس جمهور امام علی الرحمن در آن درس صلح گذارد. در این درس امام علی الرحمن عادتاً درباره صلح تاجیکان قصه می کند. با در نظر داشته این که درس امساله در بنای رئیس حاضره و همسایگی رئیس قبلی حزبی که طرف دیگری صلح بود، درس امسال رمزی خواهد بود. به نظر می رسد انتخاب این بنا هم تصادفی نیست. محی الدین کبیری رهبر پیمان ملی و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید نمی داند این بنا برای درس صلح امام علی الرحمن تصادفی یا آگاهانه انتخاب شده است. اما مسئله این است که او که یک طرف جنگ است بنا را غصب کرد و در بنای غصب شده درس صلح بگذراند. انتخاب این بنا برای درس صلح رحمان، البته درس صلح در ناخنک است، نمیدانم تصادفی است یا آگاهانه این انتخاب شده است. این را باید از خود اون طرف پرسید. اما مسئله این است که آیا از لحاظ اخلاقی او حق دارد که همچون یک طرف جنگ هست و بنا را غصب کرد و در بنای غصب شده درسی صلح بگذراند، حالا که او دارد با صاحبان بنا می جنگد و این یک نمود توف کردن برای خود ایده صلح است و فلسفه صلح است. یعنی وقتی که آدم وارد جنگ شد می جنگد، غصب می کند و برگزار کردن حالا به نام درسی صلح در بنای غصب شده، این خیلی کار عجیب است. حداقل اون از لحاظ معنوی این کار رو نباید میکرد، چون حتی در شریعت هم یک قاعده عمومی هست که در زمینی غصب شده حتی مسجد ساختن جایز نیست، نماز خواندن جایز نیست. محی الدین کبیری خبری به مکتب تبدیل شدن بنای خصوصیش را با خوشحالی استقبال کرد و گفت خوب شده است که آن به مکتب تبدیل شده است، نه به یگان بنای معمولی. بگذار در اون بنا الان که مکتب است این بگذار باشد، اما رفتن رحمان و در یک بنایی که خودش غصب کرده است درباره صلح گپ زدن، این یک نمود تحقیر و استهزا به صلح است
و اگر اون مکتب رو باز میکردند و افتتاح میکردند در یک حالت دیگر بدون درس صلح رحمان، شاید که این طبیعی تر می بود. اما به هر صورت باید از اون طرف پرسید که تصادفاً انتخاب شده است یا اینکه آگاهانه. رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری ضمن صحبت با ما درباره سابقه این بنا گفت قرار بود آنجا یک مرکز بنا گردد که بیشتر در خدمت سازمان‌های جمعیتی قرار گیرد. قرار بود در آشیانه اولی آن یک شرکت تعمیری نقلیات کار کند و آشیانه‌های دیگر به سازمان‌های جمعیتی داده شود. درآمد شرکت تعمیری نقلیات هم در اختیار سازمان‌های جمعیتی داده می‌شد تا خراجاتشان پوشانیده شود. یعنی این یک پروژه جمعیتی بود، نه تجارتی. در قطار ده‌ها طرح‌های تجارتی و سیاسی بنده چند طرح جمعیتی هم داشتم که یکیش همین بود، طرحی که الان حکومت در جای اون مکتب میانه ساخته است. فلسفه طرح اون طوری که قبلا هم گفتم این بود که در یکی از قبض‌های آن برای سازمان‌های جمعیتی که اجاره پولی ندارند و جای ندارند برای آنها اتاق کاری فراهم شود و از حساب اون درآمدی که از طبقه اول گرفته می شود اون خراجات پوشانده شود. طرح دومی بزرگ جمعیتی هم و اساسی هم شاید این نبود. این طرح تأسیس یک دانشگاه بین المللی بود که در آن با استانداردهای جهانی تعلیم باید که جاری می شد و برای این من یک بینای نیمه ساخت دیگرم رو که در منطقه خاوران شهر دوشنبه بود عبارت از 112 کوارتیره که تا طبقه سیوم یعنی 70% ساخته شده بود و با یکی از دانشگاه‌های معروف مالایزیا هم شرطنامه امضا کرده بودیم که باقی 30% رو آنها می‌سازند و در اول این فیلیال دانشگاه مالایزیا خواهد بود، دانشگاه بین‌المللی مالایزیا، و بعد از 10 سال اون همچنین یک دانشگاه مستقل بین المللی فعالیت میکند و اگر این حادثه نمی بود ما سال 2016 علاقه مرحله عملی کردن این دانشگاه رو آغاز میکردیم. حالا نمیدونم که این بینای 112 کوارتیره در چه حال است، حکومت با اون چیکار کرد و امید دارم که این بنا هم با همون تعیینات اوله استفاده خواهد شد، یعنی یک دانشگاه یا بیمارستان خواهد بود یا یگان مرکزی که به مردم خدمت کنه در منطقه خاوران. همچنانه که این بینای غصب شده از ما به مکتب میانه تبدیل شده است، این یک اقدامی خوب است، اگرچه خودی غصب کردن یک جنایت است و کاری غیر قانونی، ولی این به هر صورت به مردم خدمت میکند، به خصوص مکتب میانه است و به طلبهای منطقه به مکتب بچه‌ها خدمت میکند که این بهتر است. این بهتر است از آن که مثلا من شنیدم که بینای غصب شده حزب را در کوچه بهزاد تبدیل به یگان شعبه میلیسیا کردن یا به یک مکان دیگر. حالا که این بینای غصب شده از ما رو به مکتب میانه تبدیل دادن، این خوب است و بگذار در خدمت مردم باشد. تماشابینان گرامی، امکان دارد بعد این برنامه ما و این گفته‌های رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درس صلح به مکتب دیگری گذرانیده شود. اما واقعاً درک منطق امام علی الرحمن در این تصمیمش دشوار است. شاید امام علی الرحمن می‌خواهد به رقیبان سیاسیش نشان دهد که در جنگ 30 ساله پیروزی کامل و قطعی را به دست آورده است و اکنون مالک یگانه کشور و رهبری بی‌رقیب است. امام علی الرحمن درس صلح را که خودش به آن خیانت کرد در بینای متعلق به رهبری فعلی حزب یک جانب صلح و همسایگی دو رهبری قبلی آن می‌گذراند، دو رهبری که بعداً خودش آنها را کشت. در سازشنامه صلح همچنان آمده است که ما همه آنانی را که در زمان جنگ و مقاومت سیاسی سلاح به دست گرفتند و مقابل همدیگر جنگیدند عفو می‌کنیم. غضب خدا و لعنت خلق به آنان باد که پی قصدگیری و تعقیب آزار هم برای اعمال می‌شوند که در سالهای مقاومت و مخالفت صادر شده بودند. چون این کسان محکوم به جزااند.
تماشاگران گرامی، پس خودتان قضاوت کنید. حالا محکوم به جزا کی است؟ این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان روسی و تاجیکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می‌شوند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر تا هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.